سلام خدمت دوستان گل. ادامه کار کلیپ اول که قول دادم بعد از اتمام کار لوله کشی فاضلاب واسهتون بگیرم بذارم. الان کار لوله کشی فاضلابش به اتمام رسیده. همون سرویس بهداشتی با حموم زمین فوتسال واسه آب سرکن و گرکن و الان در حال سیم کشی برق سرویس بهداشتی هستیم. بعد از اون اجرای کاشیکاری رو داریم. ممنون، حتما ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.